درود بر بچه، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم آموزش 4 تا موقعیت اصولی بدیم به شما. حتی شما یه موقعیت 99% میزنیم و اصلا اشتباه میزنیم. اولین موقعیت آموزش رو به عقب. آقا این جویستیک رو میاریم جلو و 180 درجه میچرخیم و بعدش میایم چی کار میکنیم؟ بعدش دوباره جویستیک رو میاریم عقب و اسلاید رو میزنیم. ببینید به این شکل. الان من یه نمونه کار میارم ببینید. حالا با وبکم ببینید. لازم مومنت اولیمون بود بچه، هیچ ربطی به استاندارد سنس نداره، اون فقط به خاطر ویو میگم. من حتی صفرم گذاشتم جواب میده. حالا مومنت که شما اینطوری میزنیم 4 تا میره. خب میایم چیکار میکنیم؟ اینجا ببینید 90 درجه اینجا من بیام اول بشینم. باشه یه ذره مریضم صدام گرفته، ببخشید. اینو میبینین میاریم تا اینجا 90 درجه و خود جویستیک 90 درجه و خودمون 90 درجه میچرخیم و 90 درجه به سمت انمی. الان ببینیم به شما بگیم به این شکل. اونجایی که ما 4 تا رفته بودیم نزدیک 6 تا میریم. صبر کنید من یه اشتباه کردم. صبر کنید بچه، نزدیک 5 تا 6 تا میتونین از این ریلا برین که از اون مومنت بهتر. و بچه باید بیاد رو دستتون. همین به مومنت 4. خب مومنت شاتگان، مومنت 3. ببخشید اول من بیام اینجا. چرا تنظیمات؟ خب بچه اول اینجا یه دونه بات میارین. موقعی که فقط شما چی دارین؟ فقط شاتگان دستتون و اینا گان دارن. به این شکل مومنت بزنین و بزنین. ایمتون خوب باشه یارو سریعتر میمیره. و حالا دیگه میایم چیکار میکنیم؟ این برای ایمه. میبینیم من جام میزنم برای ریورود. این بهترین ایمه. من تو کاستوم اینو انجام دادم و نتیجه خیلی خوبی گرفتم. خب دوباره این مومنت ما انجام میدیم. من چرا اینجا خیلی میسای بد دادم. حالا بچه الان میخوایم بریم مومنت رو به شما نشون بدیم که چطوریه ریلود میکنیم. اینطوری تمام. حالا با وبکم نشون بدیم. بچه ببینید اینجا ریلود کردم. من جام زدم. چرا نشون نداد؟ صبر کن یه دو شما نشون. بچه هم مرسی تا اینجا ویدیو با هم قرار بدیم تا یه ویدیو دیگه. فعلا اینجا جامپ هم ببینید. فعلا